سلام دوستان. سرمایه گذاری هوشمندانه در ساسکتون. میدونستی شهرداری ساسکتون به بعضی خونه ها اجازه میده بیسمنت سویت قانونی داشته باشن، یعنی هم یک جای اضافه برای اجاره داری، هم ارزش خونت میره بالا. ولی اگر بخوای خودت بازسازی کنی و تکمیل کنی باید حدود $70,000 نقد هزینه کنی. اما یه راه بهترم هست. اگر خونه‌ای بخری که از قبل سویت داره، بانک معمولا تا 95% خرید رو وام میده، یعنی به جای اینکه $70,000 نقد خرج کنی میتونی همون پول رو برای پیش پرداخت یه ملک جدید بذاری و یه دارایی دیگه بسازی. نتیجه یه سرمایه گذاری هوشمند که هم اجاره برات میاره هم ارزش ملکت بالا میره. ولی حواست باشه انتخاب ملک مناسب و مشاور املاک حرفه‌ای توی این مسیر خیلی مهمه. قبل از خرید حتما سوابق عملکرد مشاورت رو چک کن. میخوای بهترین گزینه رو بدونی با من تماس بگیر تا بهت معرفی کنم. متشکرم.